عزیز چقدر که شما خواهش کردید این هم قطعی همراه برادرها باز آمدیم. این وضعیتی که خواهرها دارند 3 خواهر هستند. این وضعیتشون در یک هفته 250 تا 300 تومان کار میکنند. 3 دخترک و یک مادرشون و بعدا 3 نبیره دیگه دارند. و یک بار برادر نظر طرف نشان تیم برادرها که پرده کشیدگی است که افتا نرستشون گواراشون نشون تیم اینجا که گوارا با فیلم میتونی اون دو گواره دیگه هست کودکایی که در گواره هستن در اون حالت پوری پشه و اینا چیزایی که جمع میکنن و روزگارشون به همین میگذرونن. شوهرم مرد کوارتر گشتم بعد شوهرم مردن بچه کم 9 سال تبریکلوز بود به نسبت خوراک لیچه نکردم ناف نشد وفات کرد. بعد وای با کوارتر گشتم مجبور شدم وجیت ندارم اومدم در همین مسرکه کار کرد شدم روزمانه گذرانم گفته همین کتی اینا نوارای گرفته خستم اومدم دخترها کتی. بعد شما که در اینجا افراد شما که در یک هفته شما چند موقع به دست می‌آورید در اینجا کار می‌کنید در اینجا؟ خیلی هفته در 250 250 300 تومان شما دا میرسه همتون دخترها همشون کار میکنن. خیلی چیکار کنیم وجیت موزی علاج نداره همه اشکمو مدام میکنه لواسای گداکمونو میکنه